اگه همسرت رو خوشحال نگه داری، ثروت خود به خود میاد سمتت. 80% از بخت و اقبال یه مرد توی لبخند زنش پنهونه. تو متافیزیک شرقی یه حقیقت عمیق هست. زن و ثروت ریشه مشترک دارن. زن تو برکت توه، ستاره اقبالته، نگهبان اصلی گنج زندگیته. وقتی آرومه زندگیت روون میشه. وقتی شکوفا میشه حساب بانکیت جون میگیره. وقتی لبخند میزنه مسیر ثروت باز میشه. خیلیا جدی نمیگیرن. میگن یه بحث کوچیکه، چه ربطی به پول داره؟ اما واقعیت اینه که اون تنشای احساسی کوچیک تمام میدان انرژی خونه رو به هم میریزن. ارتعاش مثبت خاموش میشه. تعادل انرژی از بین میره. بخت و اقبال نمیتونه وارد بشه. برکت ها از کنارت رد میشن. فرصت ها تو چند ثانیه دود میشن. تا حالا دقت کردی وقتی زنت ناراحته همه چیز توی خونه سنگین میشه و حتی اوضاع مالی هم شروع میکنه به افت کردن؟ برای همین هر مردی که واقعاً بخواد سرنوشتش رو عوض کنه باید از یه چیز شروع کنه. یاد بگیره چطور درست عاشق همسرش باشه. وقتی خونه در صلح و آرامشه، عناصر پنجگانه به جریان میافتن. وقتی انرژی جاری میشه، درها باز میشن. وقتی دلها هماهنگ میشن، برکت از راه میرسه. حتما برای همسرت بفرست و یه قلب بذار.